اگه ما برای چیزایی که تو زندگی داریم قدردان نیستیم، به این دلیله که ناخودآگاه وجود اونا رو همیشگی و تضمینی میدونیم. در نتیجه قدر اونا رو نمیدونیم. همیشگی دونستن موهبت‌های فعلی سرآغاز رخدادهای منفیه، چون توی شرایط ما بابت اونا شکرگزار نیستیم و تأثیر نیروی قدرشناسی رو تو زندگیمون متوقف میکنیم. همونقدر که شکرگزار بودن باعث افزایش موفقیت تو زندگی ما میشه، قدر نشناسی نعمت‌های موجود رو از بین میبره و باعث افت میزان موفقیت تو زندگیمون میشه. بیایید با هم چالش روزانه مثبت‌گرایی رو تمرین کنیم. آیا برای سلامتی خودتون شکرگزارید؟ یا فقط وقتی متوجه سلامتی خودمون میشیم که به درد یا یه بیماری گرفتار میشیم؟ آیا هر روز برای شغلمون شکرگزاری میکنیم؟ یا فقط در زمان اضطرار به فکرش میافتیم؟ برای حقوق و درآمد خودمون شاد هستیم؟ یا اینکه یه چیز همیشگی و معمولی میدونیمش؟ وقتی که همه چیز خوب پیش میره، از کسایی که دوستشون داریم سپاسگزاری میکنیم؟ یا فقط وقتی مشکلی پیش میاد با دیگران درباره اون صحبت میکنیم؟ قدر نشناسی به شکایت و بروز افکار منفی و حرفای منفی منتهی میشه. بنابراین وقتی شکایت میکنیم، بر اساس قانون جذب موارد بیشتری برای انتقاد و شکایت تو زندگیمون پیش میاد. اگه نسبت به هوا، ترافیک، مدیرتون، همسرتون، بچه‌هاتون، غریبه ها، وایسادن تو صف ها، صورت حسابا و خیلی چیزهای دیگه شاکی باشیم، قدردان نیستیم و در واقع زندگی رویای خودمون رو با این شکایت ها نابود میکنیم و اونو به عقب میندازیم. حالا میدونید که شکایت کردن، منفی گرایی، به زبون آوردن کلمات منفی و قدر نشناسی از بروز اتفاقای خوب تو زندگیمون جلوگیری میکنه. حالا میدونین که وقتی تو زندگی کاری به درستی پیش نمیره، ما ناخواسته به اندازه کافی قدردان نبودیم. وقتی به اندازه کافی قدردان باشیم، انرژی منفی ازمون دور میشه. وقتی قدرشناس باشیم، دیگران رو سرزنش نمی کنیم و غر نمیزنیم. وقتی قدرشناس باشیم، ناراحت نمیشیم و احساسات منفی هم نداریم و بهترین نتیجه اونه که اگه اکنون تو زندگیمون موقعیت بدی داریم، زیاد طول نمیکشه که با استفاده از نیروی قدرشناسی میتونیم اونو تغییر بدیم. موقعیت‌های منفی مثل دود ازمون دور میشن، درست انگار که جادو اتفاق افتاده. شاید اولش سخت به نظر بیاد، ولی ما باید به دنبال دلایلی برای قدردانی و شکرگزاری تو موقعیت‌های منفی بگردیم. مهم نیست که وضعیت در چه حد و میزان بده. همیشه میتونیم دلیلی برای شکرگزار بودن داشته باشیم، مخصوصا اگر بدونیم که شکرگزاری و قدردانی ما رو به شکل باور نکردنی از وضعیت بد نجات میده. توی فرصت مناسب یه وقت بذارید و فیلم پولینیا رو ببینید. توی این فیلم شما باید تا اونجایی که میتونید به دنبال چیزایی بگردید که شما رو به خصوص تو وضعیت‌های منفی شاد میکنه. قدرت شکرگزاری توی این فیلم به تصویر کشیده شده. امروز یکی از ابعاد منفی زندگیتون رو در نظرتون بیارید. مشکلی که میخواید حل بشه، همزمان به 10 علت برای شکرگزاری فکر کنید. میدونم که شروع این تمرین یکم سخته ها، ولی قبلا راه انجامش رو بهتون نشون دادم. ویدیو قبلی رو ببینید. یادداشتایی رو توی کامپیوتر یا دفترتون برای سپاسگزاری تهیه کنید و این 10 مورد رو هی برای خودتون تکرار کنید. برای مثال ممکنه مشکل شما بیکاری باشه و علیرغم تلاش زیادی که کردین برای پیدا کردن کار، هنوز هیچ کاری پیدا نکردین. برای آنکه شرایط رو به صورت مناسب تغییر بدین، باید روی یک تمرین شکرگزاری متمرکز بشین و اونو در این موقعیت انجام بدید. مثلا برای خودتون بنویسید: خدایا شکر، چون تو این مدت زمان کافی داشتم برای اینکه کنار خانواده‌ام باشم. خدایا شکر، چون تو این مدت اوقات فراغت بسیار خوبی داشتم. من خدا رو خیلی دوست دارم،
چون که مدت زیادی از زندگیم به بیکاری و بطالت نگذشت و تجربه کسب کردم. بسیار سپاسگزارم که این نخستین باره که تو زندگی بیکار بودم و جملات این چنینی رو برای خودتون بنویسید. بعد از اینکه یه فرد بیکار شکرگزاری میکنه، شرایطی پیش میاد که سبب تغییر وضعیت و کنونیش به وضعیت مثبت میشه. نیروی شکرگزاری بر هر موقعیت و شرایط منفی غالب میشه و راههای مختلفی برای تغییر وضعیت بد وجود داره. تمام کاری که شما باید انجام بدید اینه که قدردانی رو تمرین کنید و منتظر بشینید تا نتایجش رو ببینید. حالا یه مثال دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. فکر کنید یه پدر و پسر دچار چالش شدن و بینشون مشکل به وجود اومده. پسر احساس میکنه که فایده‌ای نداره و هر کاری میکنه از چشم پدرش افتاده و به چشم پدرش خوب نمیاد. میتونه اینجوری بنویسه: من خوشحالم که بیشتر روابطم تو زندگی در شرایط خوبی قرار داشته. از پدرم سپاسگزارم برای اینکه در دوران کودکی از خانواده‌ام مراقبت کرده. در غیر این صورت هرگز نمیفهمیدم که کار کردن چقدر سخت و برای اداره کردن خانواده پول نیاز دارم. خوشحالم از اینکه در نتیجه شیوه رفتار پدرم با من حس همدردی نسبت به فرزندانم خیلی بیشتر شده. و سعی کنید 10 جمله با مضامین مثبت ناشی از قدرشناسی بنویسید و تفکرات و احساساتتون رو در مورد اتفاق منفی تغییر بدید. وقتی سپاسگزار باشید و ابعاد مثبت اتفاقات رو در نظر بگیرید، سپاسگزاریتون در سطح انرژتیک و کوانتوم هم باعث بروز تأثیرات مثبت روی اتفاقات منفی میشه. به خاطر داشته باشید که بر اساس احساسی که پیدا میکنید میتونید بگید قدرشناسیتون چقدر مؤثر بوده. بعد از تمرین قدرشناسی شما باید احساس به خیلی بهتری داشته باشید. اولین نشانه مؤثر بودن قدرشناسی بهتر شدن حالتون و احساستون نسبت به شرایطه. تو این شرایط مطمئن باشید که راه حل‌های زیادی برای مشکلتون پیدا میکنید. واکنش مناسب به شرایط منفی که قصد تغییرش رو دارید اینه که نسبت به اون موضوع به طور عمیقی شروع به شکرگزاری کنید تا احساس درونیتون بهتر بشه. بعدش میبینید که نیروی قدرشناسی دنیای اطرافتون رو کاملا متحول میکنه. پس همین امروز شروع کنید. ببینید میتونید یه روز رو بدون بیان جملات منفی تموم کنید؟ آیا توان اینو دارید که برای یک روز این چالش رو انجام بدید؟ یه علت مهم برای این قضیه اینه که خیلی از ما نمیدونیم که حرفای ما تا چه اندازه بار منفی داره. ولی بعد از اون که یه روز مواظب حرف زدنمون باشی متوجهش میشی. باید داشته باشید که منفی بافی و گله و شکایت باعث بیشتر شدن شرایط منفی میشه و اگر نسبت به اون چیزی که میگید محتاط باشید، اون موقع از گفتن عبارات منفی پرهیز میکنید و نسبت به پیامد گفتتون بیشتر دقت میکنید. جمله‌های معجزه‌گر مثبت همراه با شکرگزاری رو سرمشق زندگی خودتون کنید و اونو همیشه به یاد داشته باشید و در هنگام نیاز ازش استفاده کنید. اگه تو آینده مشکلی هرچند کوچیک براتون پیش اومد، یادتون باشه که این آتیش رو قبل از شعله‌ور شدن با استفاده از نیروی معجزه‌گر سپاسگزاری فروکش کنید. در این حال با این کار شما انرژی مثبت رو تو زندگی خودتون شعله‌ور میکنید. یه بار دیگه تمرین رو با هم مرور کنید. یه مشکل یا موقعیت منفی که تو زندگیتون به شدت دنبال تغییرش هستی رو در نظر بگیرید. لیستی از 10 مورد که شما به خاطرش سپاسگزار هستید و به اون مشکل مربوط میشه رو تهیه کنید. آخر لیست بنویسید سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. بابت این راهکار خوب و ایدئال. ببین میتونید بدون گفتن جمله‌های منفی امروزتون رو به پایان برسونید. اگه فکر یا جمله منفی تو افکار یا گفتارتون جای گرفته، به سرعت اونو متوقف کنید. قبل از خواب یادتون نره
افکارتون رو متمرکز کنید و کلمه سپاسگزارم و برای بهترین اتفاق امروزتون به زبان بیارید. این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و اونا رو به انجام این چالش دعوت کنید. ممنون که همراه هم بودید. در ادامه همراه هم باشید.